دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هموطنانی که در خارج از کشور هستند، هموطنانی که در حدود کشور هستند و به همه ما شما معلوم است که یک درد اومده است در کره زمین و انشاءالله ما از خدا امید داریم و دعا میکنیم که در این ماه مبارک پروردگار از این بلا و آفت ها ما و شما را نگاه دارد و آن برادران، خواهران، مادرانی که پدرانی که امروز در این بیماری گرفتار هستند و آنها شفای کامل آرزو دارم و دعاگوی آن هستم که تیزتر صحت شوند و همیشه از خدا امید کنند و از خدا طلب کنند. من این ترانه با نام خدا با توست، شعر از استاد کمال نصرالله و همین درمانی رحمتزاد پیشکش شما. اگر در ملک بیگانه غریب و بینوا مانی، اگر بی بال و پر صد بلای مبتلا مانی، تو تنها نیستی، ذره امیدی رها با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست. اگر تنهایی میانی خلق بیگانه، همه دل مانده دل بیشکسته زارو خسته بی خانه، اگر یارت خیانت کرد و ناگه دوست دشمن شد، تمامی عمر به معنا، تمامی زندگی فن شد. من شبنم تو حالا یک امیدی رهکشا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست، خدا با توست. زینا مردی این دنیا از دو چشمت میریزد، خیانت از پس و پیشی تو چون خزا میخیزد، در این دیری جفا پیشد، در این دنیای پر اسرار، رها شو از سمع خود را به دستان خدا بیسپار. در این دنیا در آن دنیا همین یک رهنما با توست، خدا با توست، ای تنها خدا با توست.